بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام خدمت همه بیننده ها و دوستای محترم. امید که همه جور و صحتمند باشید. در قدم نخست از همه دوستا تشکر می‌کنیم، کسایی که ما را حمایت کرده، از ما حمایت کرده، سابسکرایب کرده و همچنان از دوستا تقاضا داریم کسایی که تا به حال ما را حمایت نکرده یا سابسکرایب نکرده، سابسکرایب و حمایه شما را ما انتظار داریم و با حمایه های شما ما میتونیم انرژی بگیریم و بیشتر در این عرصه فعال باشیم و کار کنیم. هم رقم که در ویدیوهای قبلی ما یادآور شدیم در مورد منشه هزاره ها یا ای که وجه تسمیه هزاره ها. بعد از در ویدیوی بعدش در مورد که هزاره ها کی هست ویدیو ترتیب دادیم و اونچه که در کتابایی که ما به عنوان منبع از استفاده کردیم با شما شریک ساختیم. منابع که ما از استفاده کردیم کتاب هزاره های افغانستان نوشته دکتر سید عسکری موسوی است و همین رقم کتاب پژوهش در تاریخ هزاره ها نوشته حاجی کاظم یزدانی هست و همین رقم تاریخ ملی هزاره ها نوشته تیمور خانوف هست و همین رقم در کنار از کتاب که ما از استفاده منیم نوشته محمد تقی خاوری است که مردم هزاره و خراسان بزرگ است. از این کتابا ما به عنوان منبعی که بر تهیه از ویدیوها کار گرفته میشه استفاده کنیم. در ویدیوی قبلی ما دو دیدگاه را همراه شما شریک ساختیم که این دو دیدگاه در مجموع سه دیدگاه در مورد هزاره ها وجود داره. یک دیدگاهی که هزاره ها را مردم بومی سرزمین میدانه، این دیدگاه را ما شما مطرح کردیم و روش صحبت کردیم که کیها طرفدار این دیدگاه بودن و این دیدگاه را دانشمندای داخلی کیها مطرح کردن و دانشمندای خارجی کیها در این مورد صحبت کردن و این نظر را داشتن. و همین رقم دیدگاه دومی را که هزاره ها را بازمانده های چنگیزخان یا سپاه چنگیزخان میدانست، این را هم ما صحبت کردیم. دیدگاه هایی که دانشمندان در این مورد داشتن مطرح کردیم. ادامه از این دیدگاه سوم هست که در مورد هزاره هاست که هزاره ها را نژاد مختلط میدانند. بر اساس این نظریه هزاره ها تنها بازماندگان ترک ها و مغول ها یا فقط مغول ها نیستند، بلکه ترکیب از این دو و دیگر نژادها چون تاجک ها، افغان ها و دیگرها هستند. مغول ها اغلب مناطق را که یا فتح میکرده این مناطق جمعیت زدایی میکرده، یعنی تمام باشنده های اون مناطق از بین برده یا ای که اونها را قتل عام میکرده و شهر در میداده که ما شما در تاریخ قصه ها را بسیار شنیدیم و خوانده که چنگیزخان زمانی که با نیروهای خود یا با سپاه خود هر شهر یا هر منطقه را که یا تصاحب میشدن با زور و جنگ و اون منطقه را اگر اونها تسلیم میشدن پیش از پیش که شاید باشان رفتار خوب میکردن، اما کسایی که تسلیم نمیشدن و شهر جمعیت زدایی میکردن همهشان از بین میبردن و شهر را در میدادن که ما شما در تاریخ خوانده یا شنیده. چنگیزخان این کار میکردن، میگن هر منطقه را که میگرفتن تمام مردم و مناطق از بین میبردن و کار میکردن تا که زمینه سازی کنه برای حملات بعدی که ای در نظر داره. برای این کار میکردن، اما مردمایی که کاملا تسلیم میشدن و شهر به چنگیزخان تسلیم میکردن، چنگیزخان هم با اونها بعد از اینکه اموال و داراییشان را تصاحب میکردن با این مردم چیکار میکردن؟ راه مسالمت و راه مروت در پیش می گرفتن. مثلا میخوانیم که میگه که با کسب اموال و غنایم جنگی اونها راضی میکردن در شرایط که سربازان مغول و ترک در بسیاری از مناطق افغانستان مرکزی جاگزین ساکنین قبلی میگردیدن. اون مناطق را که ای تصاحب میشدن اون مناطق و اموالشان را می گرفتن، در صورتی که اون مردم باید تسلیم میشدن اموالشان را می گرفتن و به می راضی می شدن و این مردم از اینجا کوچ می دادن و خودشان یا سپاهیانش را اینجا جاگزین می ساختن. مگر بناچار
امی کسایی که در این سرزمین بودن مگه به ناچار تحت نفوذ همسایه فارس خود در می آمدن هست. همین رو احتمال دارد که آنان فارسی را به عنوان زبان خود پذیرفته و سبک زندگی جدیدی که در پیش گرفته باشند در واقع نوعی فارسی که هزارهای امروز با آن سخن میگوید شباهت آشکار با گویش ساکنان هرات، مشهد، مردمان بومی منطقه دارد. در اینجا میگه بعد از که چنگیزخان این مناطق مردمش کاملا به تسلیم میشدن و این مناطق تحت نفوذ خود میگرفتن، با یا رفتار خوب میکردن و اموال همهشان را میگرفتن یا را کج میدادن و مردمایی که از خودشان بودن و سپاهیانش بودن در اینجا جاگزین میکردن. این مردمایی که در اینجا جاگزین میشد در همسایگی فارسی زبان ها قرار میگرفت و یا در اقلیت بود و تحت تاثیر امی فارسی زبان ها قرار میگرفتن و زبان خود را میگه از این مردم گرفته، یعنی زبانی مغولی که داشته و از بین رفته و زبانی جدید یا انتخاب کرده که هم زبان فارسی هست. و همین رقم باز دیدامش میگه که وقتی که یا آمد در این سرزمین تحت نفوذ زبان فارسی قرار گرفت، همین رقم تحت فرهنگ از او قرار گرفتن، فرهنگ مردمای فارس یا ایران را انتخاب کردن و امی هزاره هایی که امروز مگه فارسی صحبت نه، فارسی که یا صحبت نه، مانند فارسی است که مردم ها در مشهد و در هرات و در این قسمت ها صحبت میکنه، مانند از وا هسته. و کسی که این نظریه را مطرح کرد و این نظریه را حمایت کرد میگه کسی به نام H.F. شرمن هست که در سال 1962 میگه این نظریه را مطرح کرد. اما قبل از اینکه این نظریه را میگه مطرح کنه میگه که هزاره هایی که در حد فاصله قرن 13 تا قرن 15 میگه یا به صورت قوم‌های مختلط و ناشی از مهاجرت های چند نژاد و فرهنگ چون ترک ها، مغول ها، فارس ها، عرب ها و افغان ها میگه در هم آمیزی آنها به سر میبرده. که این نظریه زمانی که شرمن مطرح مونه در سال 1962 میگه که مغول ها یک گروه جدا و مجزا را تشکیل میدهند، نسبت با هزاره ها و ایماق ها ندارند. به همین ترتیب نسبت نزدیکی بین هزاره ها و ایماق ها وجود ندارند. هر سه گروه قبیله مغول، هزاره و ایماق در حال حاضر گروه های جدا و مجزای قومی و فرهنگی را به وجود آوردند. باز شرمن در ادامه از میگه من معتقدم هزاره هایی که در هزارجات ترکیب مختلط دارند و از آمیزه ایرانیان بومی مناطق کوهستانی با اشغالگران دارای ریشه مغولی به وجود آمده مگه فقدان شواهد بازمانده از یک فرهنگ بدوی پیشین در میان هزاره های هزارجات از تأثیرات فرهنگی یک جامعه غیر صحرانشین بومی که فقط میتواند ایرانی باشد. مگه اشغالگران حکایت داره که قطعاً امی اشغالگرانی که در این سرزمین هسته مگه یا حکایت داره که قطعاً صحرانشین یا نیمه صحرانشین بودند. بر اساس نظریه شرمن نام هزاره ها تا قرن 14 همچنان برای اشاره به صحرانشینان به کار می رفت که در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی افغانستان به سر می بردند. این نام دیگر گروه های قومی نظیر نیکودری ها، نوروزی ها، جرمایی ها و حتی افغان ها را شامل میشد. مگه این نام تنها برای خود هزاره ها اطلاق نمیشه، چون کسایی که صحرانشین بوده، نیکودری ها هم بوده، نوروزی ها هم بوده، جرمایی ها و افغان ها هم بوده که این نام با هم اطلاق میشده. مگه در ادامه از باز یادآوری منه میگه که بعد از صحرانشینی که طی دورانی امیر تیمور و بابور مگه این مردم به سمت شرق مهاجرت کردند. یک ایده چون نیکودری ها به سمت غور رفتند و برخی با حرکت در امتداد رود هرمن به سمت کوههای غرب کابل این هزارجات فعلی
مگه یا عزیمت کردن و به این ترتیب مگه در زمان سلطنت بابور بود که مردم با عنوان هزاره شکل گرفت. یعنی می هزاره که مگه شکل گرفته در زمانی که در زمان بابور هسته که امی کلمه هزاره به این مردم اطلاق شده. دانشمند دیگه که طرفدار این نظریه است، نظریه ازی است که هزاره ها نژاد مختلط داره یا نژاد مختلط هست، کسی به نام محمد حسن کاکر هست. کاکر مخالف نظریه مغول و ترک خالص بودن هزاره ها است. اعتقاد داره که همه سربازان مغول مگه اغلب یا جغتایاب هسته که یا در زمانهای مختلف بین سالهای 1229 میلادی الی 1447 میلادی مگه یا وارد افغانستان شده و در قرن 16 هم مردمان را تشکیل دادن که هزاره نامیده. یا در این زمانها وارد افغانستان شده در سالهای 1229 میلادی تا 1449 میلادی یا به سرزمین افغانستان آمده و یا یک جمعیت را تشکیل داده که این جمعیت نامش را چه گذاشتن؟ هزاره گذاشتن یا نام خود هزاره گذاشتن. مگه این سربازا یا یک مجرد بودن یا یک همسرایشان همراهش نبودن یا با خانما یا با زنان افراد بومی سرزمین که به نام بربر یا تاجک ها یاد می شده که در نواحی مرکزی افغانستان یا زندگی میکرده با یا ازدواج مونه و با ازدواج از یا با خشاوندی از یا مگه با تاجک ها که دارای منشأ ایرانی و فارسی گو هسته مگه یا خشاوندی را پیشه کرده یا با خشاوند شده یا عروسی صورت گرفته که امی فارسی گویی بر این افراد تازه وارد که در سرزمین از بازمانده های سربازان مغول بودن یا تاثیر گذاشته و یا ایره به عنوان زبان خود را انتخاب کرده که مگه بر اساس ازی امی گویش فارسی جدیدی که شما امروز میگیم هزارگی یا گویش هزارگی، امی گویش هزارگی از این زمان سرمنشأ گرفته یا به وجود آمده. کسی دیگه که این نظریه را مطرح مونه یا طرفدار از این نظریه هسته جوینی هست. جوینی در سال 1958 مگه نیروهای مغول داخل در فتح افغانستان و ایران نه فقط شامل مغول ها که اصولا فرزندان تاجک ها و ترک ها بودند. البته این باز در ادامه از یادآوری میشه که مگه که چون چنگیز خان نمیتونستند که نیروهای خود را تنها از مغول ها تامین کنه یا ترک ها تامین کنه. این سرزمین های را که فتح میکردن مردم های را تحت تاثیر از قرار میگرفتن. زمانی که نیرو با کار میشدن یا سپاه زیاد کار میشدن مگه از این مردم همه کمک میگرفتن که میتونه مگه که برای فتح بعضی از کشورها یا همو نیروی خود یا در جمع نیروهایش از تاجک ها و ترک ها هم شامل بوده که اینها در بعض جاها تاثیرات خود گذاشته. مگه کس دیگه که در این مورد زیاد میگه تحقیق کرده یا کوشش کرده کی است؟ تیمورخانوف هست. تیمورخانوف مگه هزارها در نتیجه اختلاط نیروهای مسلح مغول ها و ساکنین اصلی که مهمترین اونها را عناصر تاجیکی تشکیل میدادن منشأ گرفته و در تشکیل اتنیکی هزاره ها ترک ها نیز حصه گرفتند. ترک هایی که پیش از حملات مغول ها ساکن افغانستان گردیدند و قسمان عناصر پشتون هم ممکن است هندو اریایی که نظر به تأثیر عنصر مغولی و تاجیکی تأثیر کمتر در ترکیب یا منشأ هزاره وارد ساخته اند در این تشکیل سهیم می باشد که تیمورخانوف مگه هزارها در نتیجه یعنی اختلاط نیروهای مغولی با ساکنین اصلی از سرزمین که اکثریتشان یا ما عناصر تشکیل دهنده اساسی افراد بومی از سرزمین مگه تاجک ها است با هم دیگه یا اختلاط کرده که امی هزارها را به وجود آمد. مگه این رقم ما ازبک ها را هم نمیتونیم نادیده بگیریم. ازبک ها هم در ترکیب هزارها نقش داره و اینها نقش ازیا مگه ما زمانی نقش ازیا قبل از اینکه چنگیز خان به افغانستان حمله کرده باشه
ایره مگه ما باید در نظر بگیریم. این قبل از او بوده و همین رقم پشتونها هم هسته که پشتونها میگه که امو آمیزشی یا یکی تاثیرش کمتر هست نسبت به تاجک ها و ازبک ها. دانشمند دیگه که طرفدار از این نظریه هست مارک گوگی هست که در سال 1980 مگر طرح مجدد فرضیه منشأ اختلاط قومی هزاره های معاصر با توجه به این واقعیت های عینی و متقاعد کننده قابل قبول به نظر می رسد. امروز فرضیه نسب خالص مغولی هزاره ها یا دیدگاهی که آنان را مردمان نخستین هزاره جات می دانند قابل دفاع نیست، اگرچه این نظریه ها هنوز در رساله های نسبتاً جدی مطرح هستند. میگه مطرح منو میگه که دو دیدگاهی که ما میگیم که هزاره ها دو دیدگاه قبلا مطرح کردیم که گفتیم هزاره ها نخستین مردمان یا بومی ترین مردمان این سرزمین هسته. نظریه دیگر گفتیم که یا بقایایی که هسته بقایای سپاهیان چنگیز هسته. میگه این دانشمند مخالفی دو نظریه هسته. این دو نظریه رد منو میگه که یا مختلط هسته، مختلطی از ساکنینی که در این سرزمین بوده که اکثرا تاجک ها هسته و در کنار از او ازبک ها و پشتون ها و همین رقم با بقایایی که از سپاهیان چنگیز در سرزمین ها آمدن یا با هم دیگه آمیزش کردن یا مثلا عروسی بقایایی که آمده بودن با سربازان چنگیز خان که با خانمای افراد بومی سرزمین که تاجک ها هسته یا با هم عروسی کردن و اطفالی را که یا به وجود آوردن و یک ملت را که به وجود آوردن، یک ملیت را که به وجود آوردن یا یک قومی را، یک قوم که پس هم نامش را گذاشتیم هزاره، میگه هزاره ها را به وجود آوردن. یعنی اینها باورمند به این است که هزاره ها یک نژاد مختلط هسته. در ویدیوی بعدی روی از این صحبت می‌کنیم که هر سه نظریه را ما رویش بررسی می‌کنیم یا نقد بر این سه نظریه را رویش صحبت می‌کنیم که هر کدام از این نظریه چه مشکلات خود داره و دیدگاه آخری که هزاره ها را دانشمندا یا یک دیدگاهی که جدید مطرح است بر علاوه سه دیدگاه جدید هم با شما شریک می‌سازیم. از همین دریچه منتظر حمایت های شما دوستا هستیم. تشکر، سلامت باشید.